ملو سلام علیکم، خوش اومدید به کانال خودتون. من برگشتم با یه ویدیوی جدید دیگه. قراره توی این ویدیو شنیسل مرغ رژیمی رو با هم درست کنیم. بچه من از فیله مرغ استفاده کردم. حالا چرا فیله مرغ؟ چون فیله مرغ خیلی راحت‌تر پخته میشه و آسان‌تر پخته میشه و طعم رو سریع به خودش جذب میکنه و خیلی هم خوشمزه تره و راحت تره. به نظر من شما هم تو خونه از فیله مرغ استفاده کنید. از مرغ هم میتونید با استخون استفاده کنید، ولی فیله مرغ خیلی خوشمزه تر و بهتره. حالا ما میایم فیله های مرغ رو طعمدار میکنیم با ادویه‌جات های مختلف، هر چی که شما دوست داشتید. من از پاپریکا و آبلیشن و پودر سیر و نمک و فلفل قرمز و اینا استفاده کردم. شما هم میتونید اینا رو اضافه کنید و ماست هم میتونید بهش اضافه کنید. من حالا ماست اضافه نکردم، ولی ماست کمک میکنه که خوش طعم‌تر بشه. حالا ما فیله ها رو به هم میذاریم یه گوشه تا 30-40 دقیقه طعمدار بشه. بعد میبریمش برای پخت. حالا برای پختش ما نیاز داریم به چند تا دونه تخم مرغ هم زده و پودر سوخاری درشت. بچه از پودر سوخاری ریز استفاده نکنید، چون اون حالت کریسپی شدنش به اون حالت ترد شدنش کمک میکنه. چند تا پیس روغن میزنیم رو تابه داغ و مرغ رو میذاریم توی تخم مرغ آرد سوخاری، بعد میذاریم روی تابه گریل. یاد کریسپی افتادم. من که خارجی شدم. کریسپی. بچه خیلی خوشمزه است و مسیح منتظره که پخته بشه و براش بذارم تو بشقاب که سریعتر شروع کنه به خوردن. واقعا خیلی خوشمزه است. کسایی هم که رژیم نیستن و دوست دارن که با روغن زیاد استفاده کنن، میتونن این رو توی روغن زیاد سرخش کنن و اون حالت تردتر شدن رو به خودش میگیره. ولی من خودم به شخصه روغن زیاد رو توی غذا اصلا دوست ندارم. قشنگ این برش میکنیم که کامل هر دو جهت پخته بشه. بعد از پخت کامل میذاریم توی بشقاب سرو و نوش جانتون. بچه توی دوربین زیاد مشخص نیست، ولی اون حالت تردی رو داره و خیلی خوشمزه است. حتما امتحان کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک، سابسکرایب و نظرات رو برام بنویسید، فراموش نکنید. و آموزش این ترشی انبه خوشمزه تو ویدیوهای قبلی هست، برید حتما به کانال سر بزنید تا ویدیوهای بعدی و آموزش‌های بعدی. خداحافظ.